چطوری توی ماینکرافت کامپیوتر با کنترلر بازی کنیم؟ شاید نمیدونستید ولی برای اینکه با کنترلر توی کامپیوتر بازی کنیم نیاز به ماد داریم. و من راحت ترین راهو میگم. اول از همه باید بریم تی لانچر رو دانلود کنیم. توی گوگل سرچ میکنیم تی لانچر. اولین سایتی که اومد tlauncher.org میریم توش. اینجا روی دکمه دانلود TL رو میزنیم و نسخه خودمون رو ویندوز، مک او اس یا لینوکس انتخاب میکنیم و دانلودش میکنیم. بعد از اینکه دانلودش کردیم نصبش میکنیم و اینجا شورتکاتش برای ما روی دسکتاپ میاد. خب تی لانچر رو اول باز میکنیم. یه دانلود کوچولویی داره اگه برای شما که دانلود نکردیدش. اون دانلود رو بذارید انجام بشه. بعدش وارد خود تی لانچر میشیم. اینجا که وارد شدیم اول از همه باید اینجا اسممون رو بزنیم، اسم توی بازیمون که میاد. بعدش اینجا میتونیم ورژن ماینکرافتی که میخوایم بازی رو داشته باشیم انتخاب میکنیم. حالا من پیشنهاد میدم فورج 1.20.1 رو دانلود کنید. بعدش باید بیاید اینجا روی TL مودز بزنید. این بالا یه دونه ماد پک به وجود میاریم. اسمش رو هر چی خواستید میذارید. بعدش میایید اینجا سرچ میکنید کنترلر. همین اولی نه دومی کنترلر ساپورت ماد رو اینستال رو میزنید. ولی اول از همه باید ورژنش رو انتخاب کنیم. میریم توش ورژن رو میزنیم، ورژن خودمون رو انتخاب میکنیم و از همینجا ورژن بازی خودمون رو میزنیم که اینستال بشه. بعد از اون میایم بیرون و انتر دی گیم رو میزنیم. بعد که وارد بازی شدید راحت یه مپ میسازید و با کنترلر بازیتون رو میکنید. هر سوالی داشتید توی کامنت ها ازم بپرسید. سابسکرایب کن.